سلام شهاب، حالا امیدوارم که این ویدیو تا آخر خوب پیش بره. چند بار خواستم ضبط کنم نشده. خب ببین، این یه سرور همینجوری تو خونه درست کردم. خب استانداردها رو نداره، یعنی از نظر سیکوریتی اینا فعلا مشکل داره دیگه. میخوام عمومیش کنم. اولا اپلیکیشنش طوریه که واقعا نمیشه عمومیش کرد. ببین این دیتا منیجمنت داره. خب SQL میگیره، SQL لایت. بعد اینجا دیتابیس های مختلف داریم. اینجا کرییت میکنه. قبلا کرییت کردم. ببین یه دیتابیس خیلی ساده است. فیلداش اینه دقیقت. تو دیتابیس ما میایم این اطلاعات خودمون منوال باید وارد کنیم. یعنی وبسایت رو که اینجا هست اینا منوال اپلای شده بهش گفته شده که اینا اسپورته. حالا چجوری من این کاری کردم؟ یه سری سایت های اینجوری هست، مثلا این موزیکه، میبینی که اینم موزیکه. اینو برمیدارم میارم تو اسکرپر، میام میذارم اینجا، این اسکرپش میکنه. این دقیقا لینک هایی که داخل این هست و میاد با سورس اسکرپر رو بیارم برات. ببین من اومدم از این استفاده کردم. الان مخم نمیکشه، بذار ببینم اینجاست. نه این نیست، این چیز دیگه است. اینجا باید باشه. ببین من برای اسکرپر از این ستا براوزر استفاده کردم که رندوم میاد یکی از اینا رو استفاده میکنه. ویو سورس براوزر استفاده میکنه دقیقت. بعد اینکه تموم بشه ما باید بیایم منوال انتخاب بکنیم که چی هست. اینجا ما خودمون دیدیم که موزیک هست. باید دیتابیس رو آماده کنیم که این تبدیل به کد شد. تبدیلش بکنه دیگه. حالا بذار بریم تا آخر این اسکرپ این پیج تموم بشه. و هم میتونی تک تک انتخاب بکنی، هم به صورت چند تایی. ولی خب توی برنامه اونجوری فعلا باید یکیشو انتخاب کرد دیگه. بر اساس اطلاعات نمیتونیم دوتا لیبل بزنیم به یه سایت. به حال برنامه ورژن به ورژن دیگه. همه چی من واقعا این دفعه اول نمیتونستم، حالا اولین تجربهم بود، همه چی رو بیام پیاده کنم. پیاده کرده بودم اون قسمتی که دوتا دبل کلیک میزدی ارور میداد، میگفت یکی رو انتخاب کن، پیاده کرده بودم. بعد چون یه چیزی که دیولاپ کردم و اینا اونو دیگه برداشتم. الان این تموم شد. الان ایمپورت دیتابیس اون اینجا باید انتخاب کنی. الان اینه ایمپورت دیتابیس میزنیم. البته الان درست انتخاب نمیکنه، مشکل ایجاد کردیم. ببین الان اینجا موزیک نداریم. موزیک رو میزنیم انترتینمنت، بعد ایمپورت میکنیم. بعدم ایف درست کرده باشم که ایمپورت خالی قبول نکنه. فکرم بوده. خب ببینیم ایمپورت خالی قبول کرده یا نه. نه قبول نکرده. درسته، ایمپورت بدون لیبل رو قبول نکردن و اینا اینترتینمنت زده. خب من الان بخوام بزنم ریزولت پروسس کنه خیلی فیلم طولانی میشه. بذار بزنم ریزولت. ببین اینجا دیتا، دوباره دیتا تیست رو دیتابیس رو انتخاب میکنیم. الان دیتا تیست هم اینه.
این رو انتخاب کردم، یه بار پروسس کردم، خیلی زمان میبره، 10 دقیقه زمان میبره. حالا یه بار میزنم ببینی. حالا یه کار دیگه میکنیم. اینجا من دقیقا اومدم که برعکسش نوشتم، اینجا که کدو که تولید میکرد. حالا بذارم اینو بهت بگم، بعد آخر سر میزنم ببینم ویدیو رو میتونم پاس کنم، یه بار کدو اینجا با هم ببینیم، کد تولید شده رو. الان اینو میزنم، میگه چی؟ میگه این URLی که تو وارد کردی بیشتر تو کاتگوری که مربوط به اسپورته، در صورتی که خب دیتابیس هم الان کامل نیست، اینا رو همه صفر میبینه. بعد دیتابیس باید هرچی بزرگتر باشه بهتره. مسئله بیشتر مشکل پردازش دارم. ببین من الان اینو میزنم که پردازش بشه، ببینیم چقدر طول میکشه. حالا فوقش ویدیو بزرگ میشه دیگه، ببینیم خدا کنه زود بده. اگه زود بده و اون بریم قبلی رو چیز کنیم، امتحان کنیم، یکی از این سمپل های این سایت رو بگیریم. مثلا این برای موزیک بود، حالا من آوردمش تو انترتینمنت. ببین آدم هنگ میکنه اینجوریه دیگه، یک کپی پیست هم نمیتونم بکنم. بذار wordstar.com. wordstar.com اینجا ما سلکت کردیم wordstar.com. حالا بذاریم پروسسش تموم بشه، تو دیتابیس وارد کنه. اینو یه با کپی کنم. حالا من اینو پاز میکنم، خدا کنه مشکلی برای ویدیو نشه. پاز میکنم تا اون تموم شه. خب این تموم شد پروسسش. حالا نمیدونم ویدیو داره برای ضبط میشه یا نه. خب این سایت ها رو یکی گرفته. بعد این من آوردم تقریبا این لاگ فایل درست کردم که این چیکار میکنه. اول اومده سایت ها رو گرفته، بعد اینا ببین اومده بر اساس اون الگوریتمی داره اعداد تولید کرده. الان این اعداد ناقصه، دلیلش هم اینه که ما کاتگوریمون کمه. هرچی کاتگوریمون بیشتر باشه خب این اعداد الان چیزی رو نشون نمیدن. الان به عنوان مثال اینو میزنم، فکر نمیکنم الان درست کار بکنه، چون باید دیتابیس حجمی بابتش بدیم با لیبل های بیشتر. ببین اینو اسپورت قبول کرد، چون اسپورت رو این میشناسه. حالا بریم ببینیم کدمون چیکار میکنه. یعنی الان کد این که یوزر URL هست، کد بعد به اسم ریزولت باشه. آره این کدمونه. اینو کپیش میکنیم، میریم تو چت جی پی تی. اینجا ندارمش، خدا کنه اینجا لاگین شه. اینجا ندارم متاسفانه. خب اینجا چی داریم؟ اینجا بذاریم
میتونم یه کار دیگه کنم. اینو میتونیم بریم تو بینگ. خب بینگ هم همون خصوصیت رو داره دیگه. اینترنتمون رو اسکار افتاد. ببینیم این چتمون اینجا کار میکنه یا نه. نه اینجا کار نمیکنه. الان بارد کار میکنه. چرا بارد الان اینجا کار میکنه؟ بذار بارد رو بیارم، چون الان من بخوام توضیح بدم الان حوزه ندارم. همون نرم افزار به توضیح بده بهتر. ببین میریم سراغ بارد. نمیدونم اینترنت ما چه اینجوریه. چون مادرت بیا بالا. بارد خیلی خوب. ببین بارد الان میگم که اینو فایل لاین میگم این کد ما رو تو 5 خط توضیح بده. ببین حالا من الان هیچ توضیح نمیتونم بهت بدم چون اصلا اوضاعم خوب نیست، ولی گفتم که بهت نشون بدم که این زیاد چیز پیچیده ای نیست. میبینی این بر اساس اصل موضوع اینجاست. ببین اصل موضوع اینه. this line میگه این استرینگ تولید میکنه. حالا این لایبرریش اینجا توضیح نداره ولی چت جی پی تی قشنگ توضیح میداد از چی استفاده کرده اینجا. الان من یادم میاد ولی نگاه کنم بهت میگم. خیلی عجیبه. ببین لایبرری ها، ببین اینا رو استفاده کردن. حالا این توضیح نداره. چت جی پی تی خیلی قشنگ توضیح میده. این خیلی احمقه بارد. حالا برات میذارم دیگه، چت جی پی تی رو توضیحشو برات میذارم. الان من بخوام باید توضیح بدم ناقصه، چون خودم الان حضور ذهن ندارم. اینجاش که چیز خاصی نداره. بذار ببینم درست چیز کردم برات.
ببین اصل موضوع اینه، ای آیش اینجاست، بقیهش دیگه دیتا چی میگم، دیتا ماینینگه دیگه. اصلش این پنجه که آنچنان وارد ای آی نشده، یعنی اومده به کد تبدیل کرده. حالا این کد و الگوریتمش رو این اصلا به بارد شرط و پرت نوشته اینجا. حالا من دارم توی دستگاه دیگه داکیومنتش رو برات میدم. خیلی افتضاح توضیح داده این. ببینم من درست دیگه، ریزولته همینه، کد اصلیمون همینه. میاد دیتابیس رو چک میکنه اینجا، یه URL لیبل رو تو لوپ میندازه، اینجاست احتمالاً. از اینجا شروع میشه، از این به پایین این قسمتش ای آیشه دیگه. یعنی حالا بعدا به توضیح میدم. الان واقعا من داکیومنت در آوردم، هیچ کدومش یادم نیست. به هر حال این کدا رو من دیگه خودم در آوردم دیگه. نگاه کن، از این بالا تا این پایین همه رو خودم در آوردم، همش هم کپی پیست نیست، یعنی رفتم جلو با خود سیستم. از این ایندکسش که بگم که نویگیشن بذار و نمیدونم همینجوری، شاید هر فایلی 500 تا چت بوده با چت جی پی تی، همینجوری همه رو بردم جلو. البته خب یادم گرفتم، ولی یاد گرفتن چه فایده؟ یه روز میری اوبر کار میکنی دیگه یادت میره. مثلا همین ای یه سیستمیه، شاید بگم من یه ماه اینو خوندم برای اینکه این چیزشو تو این ویندوز اسکرپر اینو من خیلی روش کار کردم که اینطوری چیز بیاد، اینتراکتیو بیاد. همه اینا رو من خوندم، 50 بار خوندم، ولی یادم میره. آره، و تک تک خطاشم خودم جابجا کردم، خودم نوشتم 1000 بار، ولی نمیدونم چه اتفاقی برام میفته، میرم سر کار میام. خب این تموم شد. امیدوارم که این ویدیو به دستت برسه.